الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، خواهران محترم، دوستان گرانقدر که این سلسله درسای جهانبینی اسلامی را تعقیب میکنن، در نخست حمد و شکر میکنیم به الله سبحانه و تعالی که اول ما شما را فرصت عمر داد که باز هم زنده هستیم و زندگی داریم و حیات داریم، چون شاید در طول هفته کسایی بوده باشند که در این وقت زنده بودن ولی حال در دنیا نیستن و رفتن به جهان دیگه به شکل از اشکال، یا کدام اکسیدنت موتر است یا کدام حادثه میشه و بالاخره انسان از این دنیا میره و الحمدلله که ما شما را فرصت عمر دادن و بازم شکر میکنیم الله سبحانه و تعالی را که ما شما را فرصت داد، که توفیق داد که از این فرصت استفاده بکنیم، چرا توفیق کار الله هست و ما شما در هر رکعت نماز میخونیم که اهدنا الصراط المستقیم، یا الله به راه راست ما را هدایت علم بده و هدایت استقامت بده که مستقیم باشیم و توفیق نصیب بگو که در راه درست در حرکت باشیم. و کل هذه سزاوار شکر است که انسان در هر لحظه از الله سبحانه و تعالی شکر بکنه. ما و شما در درس‌های قبلی در قسمت عبادات بحث کردیم که عبادت ها 6 قسم هستند و انسان مسلمان مکلفیت داره که هر 6 قسم عبادتی که مربوط به توحید میشه کل از اینا را مخصوص الله بکنن، و اگر یک عبادت از این عبادات به مخلوق صورت میگیره، بناهن اینجا او مخلوق در این عبادت با الله شریک میشه و وقتی که شریک شد این میره شرک میگن و شرک الله متعال میگه که هیچ وقت الله شرک نمیبخشه. پس لازم است که انسان مؤمن اقسام عبادات های ششگانه را بفهمه و وقتی که انسان خوب فهمید این را مخصوص الله متعال انجام بده. ما و شما توحید در عبادات فکری را خواندیم و توحید در عبادات قلبی را هم خواندیم و توحید قسم سوم توحید در عبادات زبانی را هم خواندیم و امروز نوبت میرسه به توحید در عبادات بدنی و عبادات مالی و عبادات تشریعی یا قانونی. قسم اول، قسم چهارمی که عبادات بدنی هست. عبادات بدنی عبادت هایی است که مربوط به بدن انسان میشه، در حقیقت چشم انسان، گوش انسان، دست انسان، پای انسان، تمامی اعضای بدن انسان این مصروف می باشه وقتی که مطابق حکم الله حرکت بکنن، این در عبادت هستند و اگر مخالف حکم الله اینا در کار انداخته شود اینا در گناه هستند. و اگر امی اعضای بدن به الله متعال عبادت بکنن، پس این عبادت های چی هستن؟ عبادت های بدنی هستن و تقریبا عبادت های بدنی چند نوع می باشه. نوع اولش توحید در نماز است. مثلا انسان مسلمان در نماز خود فقط نماز برای الله انجام میده و در آیت قرآن هم هست که الله متعال حکم میکنه که قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم، برای مؤمنین که این صلات، نماز ما و نسکی و ذبح کردن حیوانات ما و محیای و زندگی ما و مماتی و مرگ ما لله خاص برای الله هست. یعنی من نماز خدا و عبادات خدا و مناسک خدا فقط مخصوص الله سبحانه و تعالی انجام میدم. بنابراین در نماز مثلا رکوع هست، یک چندین عبادت بدنی در نماز می باشه. مثلا انحنا، سرخم کردن. یک صحابی آمد به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که انسان که یک دوست خود ملاقات میکنه، روبرو میشه، اینحنی له، آیا سر خود بر از او خم بکنه؟ ما و شما میفهمیم که یکی خط مستقیم است که انسان مثل خط مستقیم هم تو راست میباشه و یکی خط منحنی هست. این خط که مثلا هم تو کج شده میره، زاویه را تشکیل میده، زاویه منفرجه، بالاخره زاویه قائمه و زاویه حاده. اینال در هر صورت اینمی خم کردن سر ولو که بسیار کم باشه، انسان اینمی که از خط مستقیم برای پیش یک مخلوق سر خود هم میکنه اینمی را انحنا میگه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم
گفت که باید انسان به یک مخلوق دیگه انحنا نکنه، فقط انحنا که از برای الله هست. و اگر بیشتر میشه که مثلا باز رکوع میکنه، الله متعال میگه ورکعوا مع الراکعین، یعنی شما رکوع بکنین به همراه رکوع کنندگان. و همین قسم سجده که است، اینا هم کلش عبادات بدنی هست که هر کدام از این مخصوص الله سبحانه و تعالی می باشه. و اگر کسی این عبادت ها را به غیر الله میکنه، باز در اینجا او مخلوق به امرای الله در این عبادت چی کرده؟ شریک ساخته است. و ما شما سعی و تلاش میکنیم که اما عبادت خود مخصوص الله سبحانه و تعالی انجام بدیم. به این شکل مثلا توحید در قیام از خود امی استادن که از انسان مسلمان قیام میکنه در مقابل الله. طبعا ما و شما میفهمیم که قیام یعنی عبادت، خو امی از ارکان عبادت چی هست که انسان وقتی بر یک کس عبادت میکنه در مقابل از او بسیار اما تو با تواضع استاد میشه و بسیار عاجزی استاد میشه و در قلب خود از او کمک میخواه و در قلب خود به او امید داره و از او میترسه و از او تقاضای داره. بنابراین اینمی شکل عبادت که قیام است که انسان خود در مقابل یک چیز استاد میکنه و خود اما تو شکل عبادت هم میگیره. این و غیر از الله و کسی دیگه چیز صورت نمیگیره. از این خاطر الله متعال همیشه ما و شما را توصیه میکنه به چی؟ به ای که ما باید اینمی قیام خدا هم چی کنیم؟ قیام خدا فقط برای الله بکنین. امن هو قانت آناء اللیل و آناء اللیل ساجدا و قائما، یعنی کسی که همین قسم نصف شب میخیزه قیام میکنه و سجده میکنه. پس اینی قیام چی هست؟ قیام هست که در عبادت است. یکی ایستادن عادی هست که مثلا یک کسی در مقابل یک کس دیگه ایستاد میشه یا به خاطر یک کار ایستاده میشه و در اونجا بر از او قصد چی نیست، قصد عبادت نیست و قصد تعظیم نیست و این چیزا هست. ولی در این قسمت انسان باید بسیار محتاط باشه که اما شکل عبادت در مقابل مخلوق. شما اگر دیده باشین مثلا بت پرستا در مقابل امو مجسمه بسیار به یک شکل ایستاد میشن که اما تو شکل عبادت رو ایره به خود میگیرن. پس از این خاطر انسان در این راستا بسیار محتاط باشه که نشه که مثلا این مخلوق با الله در این عبادتش شریک بسازه. به این قسم مثلا رکوع هست. رکوع و انحنا را قبلا من خدمت شما عرض کردم که این هم یک عبادت بدنی هست که انسان مسلمان باید فقط برای الله سبحانه و تعالی. و همین قسم سجده یک عبادت بدنی هست که انسان مسلمان فقط سجده را به خالق متعال میکنه و الله متعال میگه ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، و مخصوص الله حتی تمامی مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند و الملائکه من دابه، تمام چیزایی که ما شما تا نمیفهمیم. و الملائکه و ملائکه و هم لا یستکبرون، ملائکه چقدر بزرگ هستند لکن کل از اینا به الله امو سجده میکنن و بعضش ما شما احساس و درک میتونیم و بعضش احساس و درک کردن نمیتونیم. پس اینا کلشان عبادت های بدنی هستند که انسان او را مخصوص الله بسازه. دیگه در قعده وقتی که انسان میشینه، قعده هم یکی از عبادت ها هست، شکل نشستنه که در اونجا شکل عبادت است. این انسان برای خالق متعال قعده میکنه، این هم یکی از عبادات بدنی هست که چی شدن. قسم چهارم که ما شما خواندیم عبادت فکری بود، عبادت قلبی بود، عبادت بدنی زبانی بود، چهارمش بدنی بود و پنجمش عبادت های مالی هست. عبادت های مالی طبعا عبادت هایی است که تعلق میگیره به مال. مثلا انسان ها هستن که مال خود یا در راه الله مصرف میکنن و یا هم در راه های که او الله اجازه نداده. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، الله متعال میگه کسی که مثال کسایی که اموال خود در راه الله مصرف میکنن که مثل حبت انبتت 7 سنابل، میگه اینمی مثل یک دانه هست که 7 خوشه می داشته باشه و در هر خوشه فی کل سنبلت 100 حبه، در هر خوشه تقریبا چی می باشه 100 دانه می باشه. و به این شکل والله یضاعف لمن یشاء، الله این زیاد میکنه برای هر کسی که بخواد. شما سعی کنید که یک خوشه هست، از یک دانه یک خوشه میشه و از یک خوشه تقریبا 700 دانه میشه. یعنی عبادت انسان به اساس وقتی که به اساس توحید باشه، اینمی قسم ای هم چی هست؟ این مالش که 1 روپیه را مصرف میکنه مثل که 700 روپیه را در راه الله مصرف کرده باشه.
و عبادت های مالی یکیش نظر است که این نظر باید مخصوص الله سبحانه و تعالی گرفته شود. چرا؟ توحید در نظر چی است که این علما میگه افراد الله فی النظر. توحید در نظری است که فقط نظرتان به نام الله بگیرید. انال به غیر الله اگر کسی نظر میگیره، این شخص در این عبادت الله شریک ساخته، عبادت مالی. انال شرک مهم نیست که انسان مثلا کلش باید بکنه. اگر یک نفر 1% هم شرک میکنه در شرک مبتلا است و اگر 100% هم شرک میکنه در شرک این مبتلا هست. پس انال عبادت نظر چی است؟ عبادت نظر همی هست که انسان مسلمان همین نظر خودم مخصوص الله بگیره. و در قرآن عظیم شان گفته شده که مشرکین اینا چی میکردن؟ نظرهای مختلف داشتن. بعضی اوقات شترا را رها میکردن، میگه ما نظر کردیم برای بت‌های خود کس شیرازی خوردن نمیتونه، کس گوشت خوردن نمیتونه. قالوا هذه انعام و حرث، حتی زمینای خود نظر میگذاشتن بر حجر لا یطعمها الا من نشاء، که هر کس خوردن نمیتونه به زعمهم. این بعضی چیزایی بود که اینا او را نظر کرده بودن که نامهای مختلف داشت و از این خاطر بحیره میگفتن، صائبه میگفتن، وسیله میگفتن، حام میگفتن. این انواع نظرهایی بودن که در عصر جاهلیت ایره یک کسی به نام عمرو بن لحی رواج کرده بود و ایره مردم نظر میکردن به نام بتها. از این خاطر نظر یک عبادت است و این عبادت باید چی شود؟ مخصوص الله شود. و همین قسم دوم در عبادت مالی ذبح هست و یا نحر هست. ذبح است که مثلا گلوی حیوان قطع میشه و نحری نمیه که امو شطور نحر میشه. بس الله متعال در آیات قرآن میگه که فصل لربک وانحر. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فصل لربک. ببینید اینجا دو کلمه است، فصل لربک یعنی معنای چی است؟ پس تو نماز بخوان، لربک وانحر و نحر بکن یعنی ذبح حیوان یعنی ذبح پرنده را هم مخصوص الله بکن. اینا رو ما شما بسیاری کسا اگر بگوید که فلانی نفر پیش روی یک بت یا پیش روی یک انسان برای یک انسان نماز خوانه، یک انسان استاده است، این میره در مقابل از این روی شام طرفش است، قرار از رکوع و سجده میکنه، همین برای انسان نماز خوانی. چطور شد؟ میگی کافر شد، مشرک شد. خب این حال وقتی که انسان در مقابل یک مخلوق اگر سجده میکنه یا رکوع میکنه یا سر خود خم میکنه، پس این میگه این در شرک مبتلا شد. اما برعکس از او یک کس دیگه در مقابل یک انسان ذبح میکنه، مثلا پرنده را ذبح میکنه یا مرغ ذبح میکنه یا گوسفند ذبح میکنه. در عصر جاهلیت امو ذبح شرکی قسم بود که اینا مرغ یا پرنده را یا هر پرنده که می بود یا حیوانات شتر، گاو، گوسفند اینو می آوردن و در مقابل امو بت خود ذبح میکردن، باز خون از این میفتن امو پاهای بتهای خود میزدن. این یک عبادت بود و الله متعال ای آیت قرآن نازل کرد که فصل این رسول الله صلی الله علیه و پس تو نماز بخوان لربک بر پروردگارت وانحر و امی قسم نحر هم باید برش کی بکنی؟ بر ربت بکنی که الله متعال است. این توحید در چی هست؟ توحید در عبادت مالی هست، چون ما و شما گوسفند یا مرغ یا هر چیز است با پول خریداری میکنیم و این ذبح میشه. به این شکل مثلا در عبادات مالی مثلا قسم سوم صدقات است. هر صدقه که ما و شما میتیم او صدقه باید در نیت ما چی باشه؟ 100% که من این کار به خاطر رضایت الله میکنم و این پول خودم مصرف میکنم به خاطر از اینکه الله از پیش من خوشحال شه. و از این خاطر علما میگه هو افراد الله فی الصدقه، یعنی یگانگی الله در صدقات است. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. میگه اینا امر نشده بودن، یعنی در امتهای قبلی که در شرک مبتلا شدن علتشان چی بود؟ علتش همی بود که اینا در عبادت الله مخلوق شریک می ساختن. الله متعال میگه که اینا امر نشدن مگر به چی امر شدن؟ لیعبدوا الله مخلصین له الدین، که عبادت بکنن الله را مخلصانه و دین مخصوص الله از او باشه، حنفا پاک باشن از شریک کردن کسی در این عبادت. پس اگر ما هر عبادت مالی که است، مثلا صدقه هست یا مثلا عبادت های دیگه هست، کل زیر باید مخصوص الله سبحانه و تعالی بکنیم. و به این شکل چی هست؟
دیگر عبادت های مالی مثلا بعد از صدقه مثلا وقف است، مثلا کسا هستن مثلا مال خود وقف میکنن، وقف توحیدی است که مثلا یک کسی زمین خود یا مال خود وقف میکنه به خاطر رضایت الله. این هم باید در نیتش 100% الله سبحانه و تعالی باشه. این شد عبادت